اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع درس پنجم فصل سوم مضمون مبادی احصای زراعتی در مورد مراحل اساسی طبقه بندی ارقام به شکل پخش دفعات می باشد. طبقه بندی ارقام به شکل پخش دفعات مراحل ذیل را در بر می گیرد. اول، تعیین نمودن تعداد صنوف. دوم، محاسبه کردن فاصله یا رنج. سوم، تعیین نمودن فاصله صنفی یا عرض صنفی. چهارم، تعیین حد پایین صنف اول و ترتیب نمودن صنوف. و بالاخره پنجم، خط نمودن تعداد مشاهدات و شمارش یا شمار کردن دفعات صنفی. به منظور وضاحت بیشتر این موضوع یک مثال را عملا با هم کار میکنیم، یعنی مراحل فوق را در مثال عملی یک با یک تطبیق میکنیم. مثال دو، ارقام ذیل نمرات 50 نفر محصل را در مضمون احصایه نشان میدهد. شما جدول پخش دفعات آن را ترتیب نمایید و در اینجا نوت هم هست که حدود صنفی را با استفاده از هر دو روش، یعنی روش مشمول و غیر مشمول، ترتیب بدارید. این ارقامی را که در اینجا بر ما شما داده شده ارقام خام است و این ارقام طوری که در سوال گفته شده نمرات محصلین است که پایین ترین نمره 15 است و بزرگترین نمره هم 91 است. این هر رقم جدا را ما مشاهده هم میگیم یا رقم ما میگیم و مجموعش ارقام یا مشاهدات میگیم. حالا مراحل پنجگانه ترتیب نمودن جدول پخش دفعات ارقام را تطبیق میکنیم تا سوال ما حل شود. در قدم نخست ما تعداد صنوف را با استفاده از فرمول استرج قرار ذیل تخمین میکنیم. یعنی اولین مرحله ای است که با تعداد صنوف تخمین شود. تعداد صنوف را ما با حرف انگلیسی کی نشان میدادیم و در قاعده استرج تعداد صنوف مساوی میشه به 1 جمع 3.322 ضرب لگاریتم n. در اینجا n تعداد مجموعی مشاهدات یا ارقام است که در سوال ما 50 است. یا ارقام 1 و 3.322 ثابت است. ما صرف 50 را به جای n وضع میکنیم که 50 در حقیقت چی است؟ تعداد مجموعی مشاهدات ماست در سوال مورد نظر ما. لگاریتم 50 مساوی میشه به 1.699. اگر این جمع و ضرب را ابتدا ما ضرب را انجام میدیم، بعدا جمع را، که اگر این وقت که این افاده حل میشه تعداد صنوف ما 6.644 میشه. اگر این را ما راوند اپ بکنیم یا راوند اپ بکنیم میشه 7. یعنی 7 در حقیقت تعداد صنوفی است که با استفاده از قاعده استرج تخمین شد. یعنی نظر به این قاعده ما گفته میتونیم که تعداد صنوف ما میتونه 7 باشه. یعنی محقق یک تصمیم گرفته میتونه، ولی باز هم تعیین تعداد صنوف مربوط میشود به قضاوت خود محقق و اهداف که از تحلیل ارقام محقق دارد. در مرحله دوم ما فاصله یا رنج را محاسبه میکنیم. فاصله را ما تعریف کرده بودیم که عبارت از تفاوت بین کوچکترین و بزرگترین رقم در یک ست ارقام هست. در اینجا در فرمول نوشته شده که رنج یا فاصله مساوی است به بزرگترین رقم شامل ست ارقام منفی کوچکترین رقم شامل ست ارقام. بزرگترین رقم شما دیدین که 91 بود و کوچکترین رقم در ست ارقام ما هم 15 است. تفاوت بین از این دو یا فاصله عبارت است 76. یعنی 76 نشان میده که بین کوچکترین و بزرگترین رقم تفاوت 76 است. در مرحله سوم ما با عرض صنفی را پیدا میکنیم. عرض صنفی یا که به آی نشان میدهیم عبارت از رنج تقسیم تعداد صنوف است. رنج و تعداد صنوف را در مرحله اول و دو به دست آوردیم که تعداد صنوف ما 7 بود و رنج ما هم 76. بدان عرض صنفی ما مساوی میشه به 11. در این صورت هم اگر شما یه راوند اپ بکنین یا راوند اپ بکنین میشه 11.
همچنان ما گفته بودیم اگر فاصله صنفی را با تعداد صنوف ضرب گردد، عددی که به دست میآید باید بزرگتر یا مساوی به فاصله یا رنج باشد. از این رابطه هم ما در تعیین تعداد صنوف، فاصله صنفی و حتی رنج کار گرفته میتونیم. ما گفته میتونیم اگر تعداد صنوف ما ضرب فاصله بکنیم باید بزرگتر یا مساوی به رنج شود یا فاصله شود. در اینجا اگر شما 7 ضرب 11 بکنین 77 میشه. 77 بزرگتر از 76 است، بنابراین 11 عرض صنفی مناسب است. اگر این رابطه صدق نکنه ما میتونیم که عرض صنفی یا تعداد صنوف را تغییر بدهیم، اما رنج را ما تغییر داده نمیتونیم چون مشاهدات کوچک و کلان در سطح ارقام ثابت است. او مشاهدات ما تغییر نمیدهیم، صرف ما میتونیم تعداد صنوف خود تغییر بدهیم و یا عرض صنفی یا فاصله صنفی را تغییر بدهیم. محاسبات فوق میرساند که 11 عرض صنفی مناسب و 7 تعداد مناسب صنوف جهت ساختن جدول پخش دفعات ارقام داده شده می باشد. این 7 صنف باید چی کند؟ باید سایر ارقام را، یعنی تمام 50 مشاهده را که ما شما داریم باید داخل خود طوری قرار دهد که هر مشاهده تنها و تنها به یک صنف متعلق باشد. اینطور نباشد که یک مشاهده به دو صنف متعلق شود، یعنی یک مشاهده باید در دفعات یک صنف حساب شود. و همین قسم ما این مثال را میتونیم باز حل بکنیم. در مرحله چهارم حد پایین صنف اول را تعیین نموده و صنوف را ترتیب میکنیم به شکل سعودی. بنابراین به خاطر که ما 7 صنف داشته باشیم یک تمرین را انجام میدهیم به خاطر تعیین حد پایین صنف اول که بعد از دو تمرین که ما انجام دادیم 15 بهترین رقم می باشه که من حیث حد پایین صنف اول باید انتخاب شود. در غیر از اگر ما رقم دیگر انتخاب بکنیم تعداد صنوف ما بیشتر از 7 میشه. در غیر از ما میتونیم 10 هم انتخاب بکنیم، 12 رقم دیگر انتخاب کنیم میتونیم، اما شما گفته بودیم که حد پایین صنف اول خوب است که 0 باشه یا 5 یکی از مضرب‌های 5 باشه. در اینجا 15 یکی از مضرب‌های چند است؟ 5 است. بنابراین خوب است که ما 15 را انتخاب بکنیم و ترتیب صنف‌ها را در اسلاید بعدی براتون نشان داده شده. در مرحله پنجم و آخر دفعات مربوط هر صنف را محاسبه میکنیم و جدول پخش دفعات ما ترتیب میشه. در اسلاید بعدی نتیجه مکمل یعنی جدول‌های پخش دفعات نمرات 50 محصل در مضمون احصایه بر روش مشمول و غیر مشمول نشان داده شده است. خب ما میشه جدول‌ها را برای شما نشان بدیم و یک کمه که پس به مثال میگردیم و در مثال هم برای شما باز هم کار میکنیم. این جدول پخش دفعات نمرات 50 تن محصل در مضمون احصایه بر روش مشمول و غیر مشمول قرار ذیل ترتیب گردیده است. خب ابتدا ما و شما تعداد صنوف تعیین کردیم که 7 شد. 1 2 3 4 5 6 7 صنف ما داریم. بعدا رنج یا فاصله بین مشاهدات را تعیین کردیم که 76 بود و از روی ارقام رنج و تعداد صنوف و عرض صنفی را تعیین کردیم که عبارت از 11 است. و بعدا ما و شما حد پایین صنف اول را ترتیب کردیم، صنوف را ترتیب کردیم و تعداد مشاهدات را حساب کردیم. در اینجا شما ببینید که حد پایین صنف اول ما 15 شد. چون 25 هم در صنف شامل هست، اگر شما حساب بکنین به شمول 15 تا 25 11 رقم هست. مثلا 15 اگر شما حساب بکنین 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 11 رقم می شود. بدون عرض صنفی ما 11 هست. در روش مشمول تفاوت بین دو حدود صنفی معمولا یک واحد کمتر از عرض صنفی می باشد. مثلا عرض صنفی ما 11 است. اگر شما تفاوت پیدا بکنین تفاوت از این 10 میه، یعنی از 25 15 بره 10 باقی میمانه. و همین قسم بین 26 و 36 هم تفاوت 10 است. اما چون خود 25 هم شامل است، وقتی که شما 15 و 25 را هم حساب بکنین عرض صنفیتان در حقیقت 11 میه. اما در روش غیر مشمول باز عرض صنفی رقم میه که هست. مثلا تفاوت بین 15 و 26 11 است. بین 26 37 هم تفاوتش یا فاصله عرض صنفی 11 است. در این صورت 26 در دفعات صنف حساب نشده، یعنی 37 هم در دفعات صنف نیست.
یعنی غیر مشمول هست. ما به می قسم تمام صنوف را ترتیب کردیم بر دو متد. یعنی شما میتونین که همراه 15 در جمع بکنین 25 میشه. بعدا 25 صنف شامل است. رقم بعدی 25 26 است. با 26 که در جمع کنین 36 میشه و رقم بعد از 36 37 است. 37 جمع در 47 و 48 جمع در 58 59 جمع در 69 70 جمع در 80 و 81 جمع در 91 می شود. چون رقم بزرگتر ما 91 بود و رقم کوچکتر ما 15 بود، هم ارقام در داخل این صنف ها جابجا شده و مطمئن هستیم که صنف های ما درست است و هر صنفی ما هم مناسب است. بعدا ما تعداد مشاهدات را حساب کردیم که بین 15 تا 25 چند مشاهده وجود دارد. اگر ما پس به مثال قبلی خود برگردیم، بین 15 تا 25 میبینین که چند مشاهده است. شما در این قطار ببینین 15 نیست، در این قطار هم نیست، در این قطار هم نیست، در اینجا 22 هست. بینام 22 ما میشه یک تلی اینجا بزنیم در جدول خود و دیگه هم 19 است، میشه یک تلی دیگر هم حساب بکنیم و دیگه رقم وجود و دیگه خود 15 است که 3 رقم است. این در این صنف ما 3 مشاهده وجود داره. میبینیم که تعداد تلی ما اینجا چند است؟ 3. و همین شکل ما میتونیم که دفعات تمام صنوف را ابتدا به تلی بزنیم، بعدا به ارقام تبدیل بکنیم. مثلا بین 26 تا 36 چند مشاهده است؟ بین 26 تا 36 اگر شما حساب بکنین ببینین اینجا 26 یا 36 اگر کدام رقم بود ما میشه که حساب بکنیم. مثلا 33 یک رقمی است که بین دو مشاهده قرار داره. 38 نیست تا 36 ما 26 تا 36 خودش هم شامل است. ایام 2 و دیگه هم 32 شامل است خودش. ایام 3 دیگه 22 رو ما قبلا حساب کردیم. خود 30 شامل است. 26 تا 36 است و 26 بزرگ تا 36 کوچک دیگر رقم وجود نداره. یعنی 4 مشاهده. وقتی که 4 تدیر شما حساب کردین بعدا این را بر عدد نوشته میکنین 4. اینجا هم شما ببینین تعداد فریکونسی ما 4 است، یعنی 4 محصل است که نمراتشان بین 26 تا 36 است. به همین قسم شما می توانید که دفعات همه صنوف را حساب کنین. صرف در روش مشمول باید متوجه باشین که حد بالایی صنف اگر یک رقم در مشاهداتتان مساوی به حد بالایی یک صنف باشه، این دفعات همین صنف حساب میکنین. اما در روش غیر مشمول اگر یک مشاهده مثلا ست ارقامتان 26 باشه، 26 در دفعات صنفی صنف اول حساب نمیشه، بلکه در دفعات صنف ما بعدش باز حساب میکنین. با همین قسم 37 هم در دفعات صنفی صنف 2 حساب نمیشه، بلکه در دفعات صنفی صنف 3 حساب میشه. به همین شکل شما میتونین که جدول پخش دفعات ارقام را هر مثالی که بر شما داده شود ترتیب نمایید. یعنی ابتدا مرحله پیش میرین، تعداد صنوف را تعیین میکنین، بعدا رنج را تعیین میکنین، بعدا عرض صنفی و بعدا حد پایین صنف اول را تعیین میکنین و بالاخره صنوف را ترتیب میکنین. میبینین خود مطمئن میسازین که همه ارقامتان در داخل صنوف تهیه شده یا ترتیب شده شامل است. بعد از اینکه از این مطمئن شدین میتونین که در هر صنف تعداد مشاهداتی که قرار میگیره به شکل تلی و آنها را شمار بکنین و بعدا تلی را به اعداد تبدیل بگیرین. مثلا این 3 خط در خط 3 به عدد 3 نوشته میکنین، 4 خط 4 هست و یا میتونین که میفهمین که 5 هست و یا 6 7 شد. ای 2 5 10 است و یا 5 و 3 8 است، یا 12 است و یا 6. مجموعاً 50 محصل است در این مثال که امیدوار هستم که مثال را یاد گرفته باشین و مثال های بعدی را در همراه خود باید کار بکنین تا این موضوع را بهتر یاد بگیرین.